سلام علیکم همجوریان عزیز. امروز 22 ایون سال 2026 قرار داریم در ولایت سوخت ناحیه بابوجان غفورов جماعت غازیان در باغ اینتنسیوی نوک در اینجا در بالای 10 گکتار نوک‌های اینتنسیوی کردگی در هر یک 80 سانتی متر یک تشناندگی یا که 1 متر در یک تشناندگی آینده اینجا پویه‌های 4 متر میزنن، سیم میکشن، سیمی زنگ نمیزدگی میبندن، بلوش ستکه میگیرن و اینجا تقسیم کردگی ها از اون طرف سر میشد نوکی سانتا ماریا، نوک دیویجی و من اینجا اومدگیم نوکی کارمن. من اینجا همش 10 گکتار نوک. من ببینید یک مرتبه نشون دادم بلندی رو. انا هم دوستان عزیز با هم صحبت شدم اینجا با دستگیری رئیس ناحیه، با دستگیری رئیس ولایت، با دستگیری وزیر کشاورزی حاضر در همه تاجیکستان از آن جمله در ولایت سوخت هم باشد، در ولایت ختلون هم باشد تشکیل نمودن باغ‌های سوپر اینتنسیوی برای مانده شده است. چون که در 1 گکتار همین خرشینان مگر از 2.5 تا 3,000 دانه نوک یعنی درخت شنونده می شود. چی نوک باشد، چی گلوس باشد، چی زردالو باشد، چی سیب باشد شنونده می شود و محصولات زیاد گرفته می شود. با آب قطرگی تامین میکنند، با آب قطرگی مواد غذایی رو میبیارند، بالاشو سری وقت دارو میزنند. دوستان عزیز، این قدر کاری که وزارت کشاورزی تحت رهبری وزیر کشاورزی کرده شده است به نهایت کارهای بزرگ رو به انجام رسانیده است. رئیس ولایت نیست، رئیس‌های ناحیه‌ها نیست. یک جهان تشکر به همین شخصان بزرگ که به ساحه کشاورزی توجهی کلان دارند. اکنون ما به شما نشون میدیم نوک کارمن رو که من سال گذشته آورده به فروش ماده بودم. آدمانی که از ما نوک کارمن خریدگی بودن دونه که نوک چگونه است. من اینجا 2 دانه بستگی بود است، نوک بسیار بستگی بود، چنده فروختگی بودن. این نوک دروغ نگم اگر 2 ساله باشد، این سال دویم سالش پرورش کرده شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. من این نوک کارمن می باشد. یک طرف سویگیش سبزتر و زردتر، یک طرفش سرختر. این رو میمونید 10 روز پس این بهترین نوک می شود. این حوض سخت، این حوض سخت خدا خواهد ما حوض با میریم نوک دیویجی و سانتا ماریا رو به شما نشون میدیم. خدا خواهد از این نوک ما بود میبیاریم. این نوک رو در بازار روزی برورت کنید، دهقانا میبینید چند پول میفروشید. این در ناحیه‌های گرم هم میشود. کدامی در کار است 900 00 44 89 با ما زنگ زنید. نوکی کارمن.